نام خدا، سلام، امیدوارم شاد و تندرست باشید. بریم سراغ تمرین های این صفحه. سوال اول: با رسم شکل های مناسب به سوال های زیر پاسخ دهید. در قسمت الف از یک نقطه چند خط میگذرد. این نقطه رو در نظر بگیرید. تمام خط هایی که از این نقطه میگذره رو میخوایم مشخص کنیم. ببینید همه نوع خطی، خط راست، خط خمیده، خط شکسته. خب چند تا خط میگذره؟ بی نهایت. قسمت ب، پس بی شمار یا بی نه. از یک نقطه چند خط راست میگذره. این نقطه رو در نظر داشته باشید. چند خط راست میگذره؟ بازم بی شمار. قسمت جیم: از دو نقطه چند خط از انواع مختلف خطها میگذرد. این دو تا نقطه رو در نظر داشته باشید. این خط راست میتونیم رسم کنیم، یه خط منحنی، یه خط شکسته و باز یه خط منحنی دیگه. چند تا پس میتونیم رسم کنیم؟ بیشمار. و ما قسمت دال: از دو نقطه چند خط راست میگذرد. این دو تا نقطه رو اگر در نظر داشته باشیم، چون میخوایم خط راست رسم کنیم، فقط یه دونه خط راست میشه رسم کرد. سوال دوم: یک خط رسم کنید و نقاط A, B, C و D را طوری روی آن نامگذاری کنید که رابطه زیر درست باشد. BD منهای AD برابر باشه با BC به علاوه AC. ببینید BD رو میخوایم منهای AD کنیم، یعنی AD رو میخوایم برداریم از روی BD. پس ما میایم یه پاره خط تقریبا بزرگ رو رسم میکنیم که اسمش رو هم بذاریم به عنوان مثال BD. فعلا اینجا رو رسم کنیم، BD رو فرض میگیریم این باشه. میخوایم AD رو از روش برداریم. ببینید A رو بیا اینجا مشخص کنید و این قسمت AD، حالا بذارید یک کم اون برتر باشه، مثلا A رو اینجا رسم کنم که این وسط ها جا داشته باشیم برای نقطه دیگه که اگر لازم بود بیایم اینجا مشخصش کنیم. اینجا هم گذاشتم A. الان این سمت چپ گفته BD منهای AD. BD این کل پاره خطه بود که میخوام AD رو از روش بردارم، یعنی این میخواد حذف بشه. میمونه BA. این قسمت شد چی؟ BA برابر بشه با BC به علاوه AC. ببینید این قسمتی که باقی موند میخوایم برابر بشه با BC به علاوه AC. خب مسلمه دیگه، C رو این وسط اینجا یه جایی مشخصش میکنیم، مثلا اینجا هر جایی بشه. BC به علاوه AC هم وقتی الان میام با هم جمع میکنم میبینم برابر با همون قسمت سمت چپ میشه. سوال سوم: اگر روی یک خط راست 10 نقطه بگذارید، چند نیم خط به وجود میاد که سر آنها روی این نقاط باشند؟ خب ببینید اینجا رو بذارید من این سوال این قسمت جواب بدیم. از ما خواسته که با 10 تا نقطه جواب بدیم، ولی خب فعلا بیایم با تعداد کمتری نقطه که بشه سریع به جواب رسید بیم انجام بدیم که الگوش رو به دست بیاریم. فرض بگیرید من یه دونه نقطه اینجا داشته باشم. ببینید یک نقطه، دقت کنید وقتی یک نقطه میگذارم اینجا چند تا نیم خط به وجود میاد؟ دو تا نیم خط. ببینید با یک نقطه 2 تا نیم خط به وجود اومد. فرض بگیرید نقطه ها رو میکنم 2 تا، اسمش هم بذاریم A و B. این ورم X باشه، این ورم Y باشه. الان چند تا نیم خط شد؟ ببینید یکی نیم خط AX، یکی نیم خط BX. این دوتا حالا از این سمت یکی نیم خط AY، یکی هم نیم خط BY. شد چند تا؟ 4 تا نیم خط. برای زمانی که 2 تا نقطه داشتیم 4 تا نیم خط به وجود اومد. چه رابطه بین اینا هست؟ اگر شما فرض کنید 3 تا نقطه داشته باشید، این یه دونه، این 2 تا، این 3 تا از این سمت و دوباره این یکی 2 تا و این هم 3 تا از این سمت، میشه چند تا؟ 6 تا نیم خط برای زمانی که 3 تا نقطه داریم. الان دیگه باید الگوش رو متوجه شده باشید. تعداد نقطه ها رو ضرب در 2 میکنید و تعداد نیم خط ها به دست میارید. چراش؟ دلیلش همین هست چون هر نقطه از دو جهت مخالف نیم خط میسازه، پس هر نقطه 2 تا نیم خط به ما میده. حالا وقتی که 10 تا نقطه داریم میشه چی؟ میشود 10 ضرب در 2 20 نیم خط. 20 نیم خط به وجود میاد. سوال 4: نقطه C وسط پاره خط AB هست. ببینید این پاره خط AB، نقطه C وسط پاره خط AB هست، یعنی سمت چپ و سمت راست با هم برابر هستند. نقطه D وسط AC هست. اینجا رو ببینید نقطه D که وسط AC هست، پس این دوتا تکیه با هم برابر هستند. E هم وسط AD هست. E هم وسط این پاره خط هست. AB چند برابر AE هست؟ خب ببینید AB از اینجا تا اینجاست، یعنی کل پاره خطه چند برابر AE هست.
وقتی که ما اومدیم این قسمت رو با نقطه ای نصف کردیم و از اونجایی که اینجا و اینجا با هم برابر بودند، پس اگه فرض بگیریم اینجا هم یه نقطه باشه، خب این 4 تا تکه با هم برابر هستن، درسته؟ 4 تا تکه سمت چپ به وجود اومد. چند تا هم مثل همین سمت راست خواهیم داشت؟ چون این دو تا با هم برابر بودن دیگه. پس 4 تا هم سمت راست خواهیم داشت. 4 تا تکه کوچک سمت چپ، 4 تا هم سمت راست. کلا میشه 8 تا. یعنی پاره خط AB از 8 تا از این پاره خط‌های کوچک تشکیل شد. حالا از ما خواسته بود که ببینیم AB، طول پاره خط AB چند برابر طول پاره خط AE هست. AB رو گفتیم از چند تا تشکیل شده؟ بله از 8 تا. AE هم که یک دونه از اوناست و میشه 8 یکم یا همون 8. و اما سوال پنجم، در شکل روبرو یک مربع و یک مثلث متساوی الاضلاع دیده می شود. چرا BE و AC با هم برابر هستند؟ ببینید این قسمت که به ما گفته مربع و اینکه مثلث متساوی الاضلاع، خب اینا داده های مسئله هستن، اطلاعاتی است که مسئله به ما داده و خیلی هم به کارمون میاد. ما میخوایم ثابت کنیم چرا BE و AC با هم برابرن. ببینید BE و AC رو پیدا کنید. BE یعنی این قسمت و AC. میخوایم اینو ثابت بکنیم چرا این دوتا با هم برابر هستن. از اونجایی که این 4 ضلعی مربعه، پس تمام این ضلع‌هاش با هم برابر هستند. و چون که این مثلثه، خب این مثلثه هم متساوی الاضلاع، 3 تا ضلعش با هم برابرن. وقتی یکی از ضلعاشو من با این علامت زدم دیگه اجازه اینو دارم بقیه‌شون با همین علامت بزنم. الان وقتی نگاه می‌کنیم تمام این ضلع‌ها با هم برابر هستند. حالا از لحاظ جبری چی بنویسیم؟ ببینید سوالات شبیه به این داشتیم که آکولات می‌کشیدیم و دو تا عبارت می‌نوشتیم، یه نتیجه می‌گرفتیم. یک عبارت مساوی از داخلشون خط می‌زدیم. الان ما باید همچین کاری انجام بدیم و دو تا عبارت اینجا بنویسیم، یک عبارت مشابه داشته باشن که اون عبارت مشابه رو ما دیگه حذفش بکنیم. البته این دوتا حتما داخلش باشن، چون در آخر میخوایم این نتیجه رو بگیریم، یعنی نتیجه بگیریم که BE برابر هست با AC. پس BE و AC باید حتما داخل نوشته هامون باشه. ببینید BE و AC با چی برابر هستند هر دوتاشون؟ من کدوم از این ضلع ها رو میتونم بیارم بنویسم و بگم هم BE باهاش برابره هم AC؟ ببین این ضلع خیلی ضلع مهمی هست. بذارید من با یه رنگی دیگه مشخصش کنم. این ضلع رابطه بین مثلث و مربع هست. یه ضلع مشترک بین این دوتا هست. خیلی مهم هست این ضلع و همین ضلع باعث شده که این دوتا همه ضلع‌هاشون با هم برابر باشه. یعنی من میتونم اینو بنویسم که بگم BE با چی برابر هست؟ با همین BC. رابطه بین مثلث و مربع یا ضلع مشترک بین مثلث و مربع با BC برابر هست. از طرف دیگه همین BC با همین ضلع قرمز با اون یکی ضلعی که اینجا اسمش آورده ها، ببین با خیلی چیزای دیگه برابر هست، ولی شما با هر کدومش بنویسید فایده نداره. باید با اون چیزی که بنویسید که توی نتیجه گیری وجود داشته باشه. خب وقتی BE با BC برابر، حالا خود BC اومده با AC برابر شده، پس BE با AC هم برابر هست. یا اینکه میتونیم بگیم این دوتا رو نادیده میگیریم، این دوتا با هم برابر هستند و سوال حل شد. سوال ششم، دو خطکش 20 سانتی متر را مانند شکل روبرو روی یک صفحه کاغذ قرار دادیم. ببینید این 20 سانتی متر، بالایی هم 20 سانتی متر. طول این صفحه چقدر؟ صفحه از اینجا هست تا اینجا. میخوایم طول این رو پیدا کنیم. البته طولش رو به این صورت از اینجا تا اینجا میخوایم ببینیم چند سانتی متره. ببینید خطکش سمت چپی که 20 سانتی متر، خب از 15 تا 20 میشه چند تا؟ 5 تا. یعنی من این تیکر رو که جدا کنم، این دو تا خطکش روی سر هم قرار گرفتن، قسمت 5 سانتی متری بوده. خب من 20 سانتی متری پایین رو دارم، 20 سانتی متر به اضافه از بالا دیگه نمیام این 5 سانتی متر رو بشمارم چون قبلا شمرده شده. خب چقدر ازش باقی میمونه؟ 15 تا اینجاست دیگه، به اضافه 15 که میشود 35. سوال 7، اندازه قد علی را با A، اندازه قد حسن را با B و اندازه قد حسین را با C نشان میدم. رابطه زیرا کامل کنید و نتیجه را به فارسی بنویسید. ببینید A از B بیشتره و حالا خب B و C با هم برابر هستند. ببینید یک بار دیگه بگیم. فرض کنید دوستی داری که از شما بزرگتره. دوستی داری که از شما بزرگتره. شما و همکلاسیت، همکلاسین و همسنین. خب اون دوستت که از شما بزرگتره مسلماً از دوستت هم بزرگتره. یا به عبارت دیگه به اون روش دومه گفتیم بیا مشترک ها رو خط بزنیم و بگیم باقی مونده ها رو بنویسیم، بین مساوی و علامت نامساوی یا همون علامت بزرگتر
بزرگتر پیروز میشه و میاد میشینه. نتیجه رو به فارسی بنویسیم یعنی که علی از سی کی بود؟ حسین بود. علی از حسین هم بزرگتر است. بسیار خوب، در این قسمت تمرین های این صفحه هم به اتمام رسید. صفحات بعدی رو در ویدیوهای بعدی ببینید، ما رو فالو کنید و کامنت بگذارید. سپاس از توجهتون و خدا نگهدار.